رضا من میدونم کی کشتتش. کی کشته؟ شوهر سابقش. تو از کجا میدونی؟ به خدا خودش گفت اون روز اومده به خودش گفت من شوهر سابق داشتم قبلا. اونو نمیگم، کشتنو میگم. آها خب اینا شوهر سابقش با این اختلاف داشته دیگه، اختلاف داشتن که جدا شدن دیگه. یعنی هر کی با هر کی اختلاف داره میزنه میکشتش؟ من میکشم. برو گم شو برو بیرون برو پایین. چرا تا برو پایین. فضا است چه خواهش می‌کنم. خیلی شوخی لوس بد موقعی بود. قبول دارم. ولی رضا چیز کن. نه اینو جدی دارم میگم. به جون درت دارم جدی میگم. حواست به شوهر اسبقش باشه. همین بذار گوشه ذهنت بمونه. خیلی خوب دیگه فکر تو ببند. چش. برو دیگه تو چرا همه کاراتو واسطه انجام میدی؟ حتما باید واسی فکر کنی، نمیشه هم بری هم فکر کنی. دوتا کارو با هم برات سخت انجام بدی.